و امروز صحبتمون درباره ما نمونه زندگی را از کی گیریم. یک کلمه هم باشه، دو کلمه هم باشه صحبت میکنیم که همین میگن کلتور یا فرهنگ، که ما همین زندگی را از کی گیریم و به کی پیرو باشیم. قرآن اصلا آیا پیروی اجازت میده یا نه؟ البته قرآن خودش میگه نستعیذ بالله لقد کان فی رسول الله اسوة حسنه. شما نمونه زندگی را از رسول من محمد گیرید. شما نمونه زندگی را از رسول من گیره. میگه خدا بچه ها که دست در کف دست پدرش باشه دلش پره، دلی ما همون وقت پره که دست ما در دست پیغمبر باشه. امروز بسیار دنیا در یک روند به مهری رفته است، به حرمتی رفته است. حتی امروز به حیایی هنر، همین روز به شرمی و به حیایی هنر شده گیره. آدمی به حیا را کسل میگنازی. یکی از دکترها می نویسند در امریکا قبیله های تنگوری زندگی میکردن در نیویورک. فرزنداشون را روی میکردن در لیتسه ها و پسیخولوگو فیران کردن پدر و مادراشون. اینا تنگوری ها همش مسلمان های ترکن و گفتن که دختر شما کسله و گفتن چی با سببش؟ این تحلیل نوشتن. گفتن برای که 16 درآمد ما دخترای شما رو میبینیم با یگان بچه علاقه ندارن، اینا کسلن. و ما آرزو میکنیم که دخترامون با بچه ها مقصد که رابطه پیدا نکنن. در امریکا اگر رابطه پیدا نکنن با باید آدم دیوانه میگفتیم. شما باور کنید کلتور رو ببینید که امروز اسلام میگه دخترها پاک کلام شوند. دخترها باید نبینن فرزند نامحرم قد سلام نکنن. امروز اگر به حیا گردی، به سطر گردی، ای مرد دور گردی، در نزد امروزه برنامه و فرهنگای دنیا با کسلی میگن این دیوانه شه که خیلی بچه ها سلام نکرده استن. و این پدر گفته ما آرزو دارم که این مردین فرزندی من دور باشه، چه خیلی بیماره. گفته من نگاه میکنم هیچ به همین بچه های همسنگاش رابطه ندارن فرزندای شما. میدراین نفساشون خوب جواب میتین گفته یو پرگل ندارن، لیکن گفته هیچ همین بچه ها خدیکتر یا نمیشن میبراین میرون. امروز به حیایی هنر شده گیا. همین به حیا کرد و میگه این هنرمنده. اگر به حیا کردی میگن این دیوانه. همین دکتر در رساله‌اش نوشته میره. برای همین ما یکی میگیریم آیا تقلید درست است؟ تقلید چیه؟ پیش کارشناس رفتن. خدا میگه فاسألوا اهل ذکر ان کنتم لا تعلمون. ای مردم میگه از عالمان پرسید هر چیزی را که شما نمیدونید. شما پرسید میگه که دین از کی میگیری؟ شما پرسید. شما این لباس پوشیتون از عالمان پرسید. موی سرپسگیریتون از عالمان پرسید. زندگیتون از عالمان پرسید. قرآن میگه وذکر فی کتاب ابراهیم. ای مردکا شما زندگی ابراهیم رو برق زنید. شما بینه که در 10,000 ساله پیش مرد با نام ابراهیم زندگی کرد، بوتا را شکست، علاو دارد. بعد از او برآمد جامعه خدایی اعلام کرد و یکتا پرستی را در زمین جاری کرد. زنا را میگه خدا وذکر فی کتاب مریم. ای زنها شما میگه خاراکتریستیک مریم خونه. شما مریم بینه خاراکتریستیکش. مریم چخیلی زن بود. ای مردا شما ابراهیم بینه. ای مسلمان زندگی را رسول من یاد گیره. حضرت عمر رضی الله تعالی عنه پیش ابوبکر صدیق میآمد میگفت قسم به نام خدا بعد رسول الله در این زمین یگان مرد نیست مثل ابوبکر که در تو تقلید بکنم. ما پیشوا داریم آخی، ما راهبرای دین داریم. نخواه که مسلمان سرپسکنی بچه از مسلمان بین، لباس پوشیاشون بین، خیشتک نداره دیگه بروکاشون. بروکای دریدگی همین ما 4 بچه آمده 4 کس حساب کردن. 2 نفر همین تاجیک خود مانه، 2 نفر همین غیر تاجیک هست. در دستاشون رشته های سرخ یبریز که نیت میگن، مکتب های کابولو میبندن، کابل ایسا رشته های سرخ آوردنگی در همین دعا کنه ما در دستا ما بنده و آدم صاحب برکه میشه. ای دین نبروی
همون ریشته های یهودی ها که بندر داره پیشم اکستراسنسور یهودی برن دعا بخونن در سر سرخ میبندن، یعنی که همون نیته که کبال عیسی میبندن. امروز در دست فرزندای مسلمان توجیه کرد. کدام فرهنگ رفتیم؟ اقلا تومار باشه، اقلا نگون آیه قرآن و حدیث معصور پیغمبر باشه، همون یهودی ها را ریشتش امروز در دست فرزندای مسلمان توجیه کرد. بگم چون میگین 4 نفر شد، میگه که این هم دعا خونه من ده همین ده برکت میشه. میگه سرداری کاری من بود. ما دین از کی گرفتیم؟ ما دین از کیا گرفتیم؟ بزرگار و مادراش کی میشناسن؟ مادرای بزرگا همشون چیله نشین بودن. امروز از این مادرها چی به دنیا میبیا؟ هم آدم کشا و خارتگرا این بچهای وزیره به دنیا میدستیم. مادر امام ابو حنیفه یکون گزیده بود، مادر حضرت شیخ سعدی یکون گزیده بود. ای زمان رودکی تا زمان عینی آچه کدام شاعره میشناسیم ما؟ از ما صدها شاعره داریم که پاپیروس میکشن عرق مینوشن، حیا ندارن و یا با شاعره و گوزن. مادر شاعره ما را کسی دیدگی نبود. مادر کمال خوجندی فقط چیله میشیشته. مادر حافظ دائم الصوم بوده، همیشه روزدار بوده. و ایدومنی و یا اینا برو آمدن. ما این فرهنگ ها قدی کجا رفتستیم؟ جناب پیغمبر گفت تنگی لباس از تنگی ایمانه. بچه ها لباس تنگ نپوشه. این لباس های میپوشه دنباتان میتاوه، میاناتان میتاوه، نمازا فاسد میشه. این لباس های دریدگی میپوشه، این حرام پوشیدنش. این مایکه های تنگ میپوشه، اینا مکروه تحریمی های. سطر هم زن و فرزه هم مرده. آستین کالته کوشش کنه نپوشه. این لباس رسول ما نیست. این سرپسکنی هایی که اینجای سر میزنه بالاش راست میمونه، این اسلام نیست. اسلام یا موی سر ماندن سنت میگه، یا کل کردنش سنت میگه، یا یک خیل پس کردنش سنت میگه. لعنت کرده پیغمبر این گونه سرپسکنی ها را. زنها سرگذشت مریمه بینید. زنها شما سرگذشتی عایشه و آسیه را بینید. شما نگوید دنیا کشاچته ما برای یک بردنان اینجا آمدیم هزار کار میکنیم و وزبینه. نه برادرای عزیز، حضرت صفوان روایت میکنه که ماهتاب 14 میشد به سوی 28 میرفت، خانه پیغمبر خدا در چراغ گریان نمیشه. من میدر آمده میگفتم مادر چرا شما چراغ گریان نمیکنی؟ میگو اگر ما روغن میداشتیم خوراک میخوردیم. اینی خیلی زنهای پیغمبر زندگی داشتن. برای خانه پیغمبر رو آوازه کنن که به زندگی نداره گفتن. تمام شرایط میکنن، گپی خانه خسرو در خانه خشتامانه هر روز. کجا رفتستیم؟ برای وقت متنگه برادرای این سلسله با جمعه دیگه انشاءالله از نوع پایانش ما برآمد میکنیم، هم تاجیکی هم ازبکی. سفر راست گیره تلفنات